السلام علیکم بیننده های ارجمند. برنامه در صحبتی صاحب دلان مهمان خانه های شماست. در صحبت ما استاد گران قدر ما حاجی میرزا عبادالله کلامزاده امام خطیب مسجد جامع نور اسلام شهر خوجند. استاد خوش آمدید میگم. ما این نوبت تصمیم داریم در یک موضوع صحبت داشته باشیم که این موضوع بیشتر با مقام و موقع مرد در عائله سخن میکند و بیوسته موضوع نیز نقش مرد در عائله عنوان گرفته است و ما اطراف مقام منزلت و نقش مرد در نگاهداشت عائله، بنیاد عائله، نگاهداشت آن و پایداری آن صحبت میکنیم. و استاد سوال نخستین من پیش از همه در مورد آن که چون وقتی سخن درباره عائله و نقش مرد می رود حتما کلمه مسئولیت به این با همراه می شود. من میخواستم مسئولیت مرد را در نگاهداشت عائله از شما پرسیده باشم که چگونه به می دهید. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عائله مقدس است. بله. و به خاطر آنکه نسل انسان، اولاد، اجداد دوام یابد، انسان خانه‌دار می شود. با آرزوی و هوس‌های زیاد ازدواج می کند. چه زن چه مرد در ایام جوانی آن روزهایی که خانه‌دار می شوند، دلهای این دو نفر آنقدر نورانی و آنقدر با برکات و با آرزوهای زیادی حیات شیرین زندگانی پر است. و البته با نیتی نیک به خانه وصال می درآیند، عائله برپا می کنند، با دعای کلانسالان، با شاهدین و گواهی حق و همسایه خویش و تباران جامعه عائله برپا می شود. و در این مسئله مقام مرد، شوهر چیست؟ بله. خداوند مرد و زن را آفریده است، اما آنها فرق دارند. در قرآن کریم آیت کریمه الرجال قوامون علی النساء بین علمای اهل اسلام بسیار افکار زیادی را آورده است. معنای این آیت آن است که مردان از زنان قوی تر هستند، پرقوت تر هستند. و اگر به این نقطه نظر امروز نگاه کنیم، گاه ها زنانی هستند که از مردان پرقوت تر هستند. یعنی اصل نظر خداوند تعالی، مقصد خداوند تعالی با این کلمه قوت جسمانی معنی دارد، یا اینکه عقل، نقطه نظر، فکر، ذکاوت. بسیاری اهل علم اسلام میگویند که این آیت قوت و پرقوتی مرد را نه به جسم و جان و استخوانش معنی داد میکنند، بلکه معنی آن آیت را به فکر مرد، به ذکاوت مرد، به عقل مرد که از داد خدا، نعمت خدا بهره مندتر هست. پس وقتی که ما درباره مرد خانه میگوییم، شوهر سخن میرانیم، این یک شخصی است که مسئولیت بسیاری را بر دوش دارد و این مسئولیت را در وقت نکاح بر عهده میگیرد. وقتی که زن در وقت نکاح خواندن اول از کلیم پرسیده می شود. بله. که او خودش را به زنی به این شخص می بخشد، رازگی می دهد. و وقتی که ما از داماد می پرسیم که آیا فلانچی دختری فلانچی را به زنی قبول کردیدش، او قبول می کند. اینش می بخشد و اینش قبول می کند. بله. در بخشیدن چی معنا و در قبول کردن چی معنا؟ بله. شاید جوانان در این لحظه این مفهوم را چخور درک نکنند، یا کسی برای آنها این مسئله را فهمانده داده نتواند، یا وقت ندارند یا به این مسئله اهمیت نمیتین. خب بخشیدن زن آن هست که او
مضمونا میگوید من تا امروز در حفظ و حمایت پدر و مادرم بودم. نفقه مرا پدرم مهیا می ساختند. سر و لباس، طعام، زندگی، ضروریات و احتیاجات زندگی مرا حضرت قبلگاهی من تا امروز بر عهده داشتند. شأن و شرف من، حفظ و حمایه من بر عهده آن کس بود. امروز که شما مرا خواستگاری کردید و من همه این مسئولیتی که در نزد پدرم بود من به شما می بخشم. یعنی بخشیدن زن خود را همچون یک چیز یا همچون یک جسم نی، بلکه آن وظیفه ها، مسئولیت، جوابگری هایی که در حیات برای نگاه بین این زن ضرور هست آن را بر دوش داماد می بخشد. وقتی که داماد میگوید که من قبول کردم، معنای آن است که من از این لحظه سر کرده، آغاز کرده آن وظیفه هایی که بر دوش پدری بزرگوار شما بود، تأمین حیات، زندگی شیرین، حفظ و حمایت، شأن و شرف شما را حفظ کردن بر عهده من است. پس یک ها گفتن کلین و داماد در نکاح این یک چیزی ساده و سهل نیست که با یک کلمه ها اجرا شود، بلکه در این راضیگی طرفین معنای زیادی هست. معنا و مضمون زندگی نهفته است که امروز مرد در عائله سرور، سرپرست، مثل پدری بزرگوار کلین که تا امروز حیات دخترش را از آن روزی که به دنیا آورد نگاه بین می کند، تعلیم می دهد، تربیه می دهد، هر چیزی که در زندگی ضرور شد آماده می کند، حفظ و حمایه، شأن و شرف او را نگه می دارد، بر ذمه مرد است. این مرد شوهر هست و این مرد مسئول هست و این مرد آن مردی که اسلام بر دوش او این وظیفه ها را واگذار کرده است. تشکر. بسیار یک شرحی مکمل. حتی در قانونگذاری دولتی نیز چیزی که شما گفتید از نکاح شریعت و در قانونگذاری دولتی نیست، وقتی نکاح قید نکاح دولتی حتما از هر دو جانب بله میپرسند که راضی هستید و این چیز رضایت و آمادگی، از جمله کلمه آماده و راضی هستید، یعنی اینجا کلمه آمادگی نیست، همراه هست که تا کجا هر دو جانب به قبول همدیگر آماده هستند. خوب استاد، یک مسئله دیگر هست، چون گفتیم که مثلا در زندگی مسئولیت بیشتر سری مرد هست، چون نگهبان عائله، تامین کننده عائله، یک مسئولیت دیگر خوب زندگی بی مشکلی نمیشه بود. و حتی مثلا پیرانی ما وقتی نصیحت همیشه که زندگی پستی بلندی زیاد دارد و سبب خوش به حال آنه که در این پستی بلندی ها صبر میکند و همیشه که وقتی سخن در مورد مرد میرن میگوید که مرد باید صبر کرده تواند و من میخواستم مرد باید صابر باشد و این خصلت موارد و شرایط دارد استاد یا دائمی مرد باید صبر کند؟ ولی وقتی که ما در وقت نکاح بر عهده میگیریم چیزی را، مسئولیتی را بر عهده میگیریم، شما خود قضاوت کنید که وقتی که یک وظیفه را بر عهده میگیرید باید سربلندانه آن را اجرا کنید. بله. مشکلی هست، مزنینی هست، پستی و بلندی های زندگی هست، شما نزد خدا و شاهدان وعده دادید. بله. یعنی آمادگی خود را اظهار کردید. و از اینجا برمی آید که مرد وقتی که خانه‌دار می شود، عائله دار می شود، او باید خود اول تفکر کند که آیا این وظیفه ها را اجرا کرده می تواند یا نه. ناوابسته از عرف و عادت ملی ما که ما جوانتر خانه‌دار می شویم. بله. اگر ما به دیگر قوم و ملیت ها نظر کنیم، آنها در سن 28-30 سالگی و حتی از 30 بلند هم خانه‌دار می شوند. بله. چون آن مسئولیتی که خداوند به مرد واگذاشته است آنها در همون سن و سال می توانند اجرا کنند. خب این خصوصیت ملی ما هست.
عرف و عادت ملی ما هست. جوانتر آیله دار می شود و نابسته از آن که جوان آیله دار می شود، او باید این مسئولیت ها را اول داند که شوهر است و وظیفه او چیست. بگذار در خانه پدر و مادر زندگی کند، اگرچه وظیفه شوهر آن که خانه علیحده داشته باشد. وقتی که در خانه پدر و مادر زندگی می کند، حضور پدر و مادر، خدمت آنها، این یک وظیفه الهیه که بر دوش زن و شوهر می افتد که از اون ثواب بیشتر میگیرن. هم ثواب میگیرن، هم برکه هست. اما در این مسئله گاه زندگی مشقت ها، مشکلی ها، پست و بلندی ها رو بروی می آید که همه این حل اینها بر دوش مرد هست. بله. زن اساساً تربیه فرزندان، کاری روزگار، زندگی بر دوش آن است. اگر ضرورت باشد و حیات تقاضا کند که زن هم کار کند، یعنی به عائله کمک رساند، به زندگی خوش یک به همسر همراه باشد و این ضرورت به میان آید، حقوق دارد با اجازت زن، با اجازت مرد شوهر کار کند، جای بدی ندارد. اما از نقطه نظر اسلام آن مبلغی که زن به دست می آورد از آن زن است. شوهر و مبلغ به دخالت نمی کند. دخالت نباید کند. یعنی استقلالیت مالی زن اگر تجارت داشته باشد یا اینکه مهنت کند از آن وی هست. خوشا به زنانی که امروز کار میکنند و با شوهر همراه در نشأ و نمای فرزندان، تربیه فرزندان، روزگار و زندگیشان همراه هستند، یک جایه هستند. لیکن خداوند به آنها استقلالیت مالی را داده است، اما وظیفه و مسئولیت تأمین عائله بر دوش مرد است. ببینید این یک چیزی آسان نیست و از مرد وقتی که این مسئله ها به دوش مرد واگذار کرده شده است، او باید همه وقت صابر باشد، نوابسته از حالتهای زندگی، یعنی صبر، قناعت در تأمین زندگی، در تأمین عائله، تربیه فرزندان. مرد یگانه خصلت نیکی که به خدا معقول هست و محبوب پروردگار می شود، این مردی صابر باشد. یعنی از مشکل های زندگی او نمی تواند از وظیفه های خود بیرون رود یا صرف نظر کند. پرتافته رفتن ممکن نی، تأمین نکردن ممکن نی، با آنها نگاه نکردن ممکن نی. او وظیفه دار هست و هر کسی که در وقت نکاح رازگی خود را داد، داند که از آن لحظه برای او چند مسئولیت، چند حساب و کتاب در نزد خداوند گشاده شده است و آنها حتما پرسیده می شوند در روز قیامت. در این زمان، در این حیات، اگر او این مسئولیت ها را به قدرتی حال ادا نمود، در نزد خداوند تعالی اجر و پاداش عطا می‌گردانده میشه و آنهایی که این مسئولیت ها را، این وظیفه ها را اجرا نکردند، نزد خدا گناهکار هستند به آن درجه که اجرایش آن کاستگی و کمبودی داشت. بنابر همین مفهومی صبر برای شوهر میزیبد. بله. چون که زنها بی صبر هستند. اگر در زندگی زن از نقطه نظری سریشتش بی صبری و یک خصلت خاص زنانه داشته باشد، مردان نباید به درجه آنها پایان فرایند. مرد همه وقت باید مرد باشد، تحمل کند، بله، مسئولیتش را اجرا کند و در ادای وظیفه خود همه وقت با صبرانه تکیه به خداوند و دعا به درگاه او
التجا نماید که حیات عائلوی او را آن وظیفه هایی که بر دوش آن است ادا کردنش نصیبش گردد. تشکر. استاد یک مسئله دیگر رو ما شما پرسیدنی هستم در مورد اونه که بیشتر اگر مثلا به بابای و بیبی ها به بابای آچه ها یا پدرای مادرای خودمان نظر کنیم، سن و سال گویم آنها از همدیگر فرق میکنند. مثلا عادتا زنها از شوهر مثلا 2 3 یا 5 یا 8 سال گویم خورد هستند. و در این مورد مثلا چون که شما گفتید همیشگی چون شوهر این برای زن متکا است، یعنی تکیه‌گاهی زن است که مثلا همیشگی هم عائله را سربانی میکنند، مسئولیت دارد و همزمان مسئولیت تربیه نیز دارد استاد همسرش رو. بله ما مسئولیت به کلی گفتیم، یعنی عمومی گفتیم، اما مسئله سن و سال در اسلام برابری کفو ذکر شده است، یعنی برابری در سن و سال یا در آداب و اخلاق یا در سطح زندگی، عموما در همه قیره های گویم حیات برابری را تقاضا میکند، چون زندگی نزدیک داشتن یا نقطه های گویم با هم پیوند شوی 2 نفر زیاد باشد حیات آسان تر می شود. اما سن و سال موافق عرف ما زن باید کمی جوان باشد، این عرفی هست، این طلبات شریعت نیست. اگر به اسلام نگاه کنیم، پیغمبر ما وقتی که 25 ساله بودن، حضرت خدیجه آن امان رضی الله عنها 40 ساله بودند، یعنی فرقیت سال در اینجا ذکر نشده است. اصل در آن هست که مناسبت زن و شوهر، فهمیش یکدیگر، برداشت یکدیگر و مقصد یگانه یکدیگر بین این 2 شخص زن و شوهر باید در عائله از اول با نیت نیک معین کرده شود. یعنی توی می شود، خرسندی می شود، یار می شود، کلین می بیان، توی تمام می شود، اما از مقصدهای زندگی یگان کسی یگان چیزی تصورات ندارد، یعنی به جریان باید و شاید همه چیز می گذرد. اگر همان وقت از کلین و داماد پرسید که مقصد زندگی آنها چیست، شاید یک چیزی بسیار ساده جواب دهد، چون در این مسئله کسی به آنها صحبت نکرده است یا تربیه پدر و مادر در این قسمت حیات شاید بسیار کم باشد. بنابر همین مرد نوابسته از این حالت ها مسئولیتی نه فقط روزگارداری بلکه مسئولیت گفتیم شأن و شرف زن، حمایه زن بر دوش او هست. وقتی که ما همسر زن خود را به خانه خود برای آینده خود، نسل خود، فرزندان خود همچون مادر می بیاریم، البته زنی که در یک عائله دیگر به وایه رسیده است، خلق و اطوار دیگر دارد، روزگار دیگر بود، دیگ و طبق دیگر بود، پدر و مادر و شاید فرهنگ عائلوی دیگر بود، به خانه شما آمد، طرز زندگی شما دیگر خیل هست. شاید شما در حولی زندگی میکنید، کلیم پاشا در خانه بلند آشیانه زندگانی میکردن، فرقیت های زیادی به میان می آید. و مرد در اینجا همچون معلم، همچون شوهر، در آن اصطلاحی که با نام چله مشهور هست که از عرف عادت قدیمی ما هست. خب چی نصیحت میکردن؟ میگفتن که در چله به وقت نبیا، شبها نگرد، جایهای هرخیله بنرو. ولی این چیزی که طلب به مرد خانه میشد، شوهر میشد. برای چی؟ یک جوان، یک مردی که میتواند مستقلانه عائله دار شد، او در مدت 40 روز برای چی این از این عملها خود را کمی دور کشد؟ چون که الکی او وظیفه دار شد، مسئولیت که خانه خود را باید در و آستانه خود را حفظ و حمایت کند. او اون جوان نیست که پدر و مادر در خانه را قلف میکردند و همه احوال زندگی را در آخر شب
جنبست میکردن. این علاقه مسئولیت پیدا کرد و در طول 40 شبانه روز مرد باید به عرف و عادت عائله خود زن را آگاه سازد، تربیه کند، تعلیم دهد که پدری من عادتشان این خیلی مثلا مادرم این طور ترتیب زندگی دارن، مثلا ما که همراه هستیم در خانه اینها که هستیم و البته خدمت آنها ثواب هست و برکه هست، باید به تمام آن نازکی های داخلی عائلوی خود زن را آگاه سازد، تعلیم دهد، آماده سازد. چون کلینی نو دست و پا نخورد، در بعضی مسئله ها سرگردان نشود، حتی در طعامپزی ترتیب، مقدار، شور، تند، تلخ، همه اینها یک زندگی هست و مرد در طول 40 شبانه روز در دوام 40 باید این مسئله ها را حرکت کند که به زن تعلیم دهد، آگاه سازد. بر وقت از کار آمده. بله. بله. یک سببی بر وقت آمدن همین هست. بله. چون که خانه دیگر، جای دیگر، چاینک و پیاله دیگر، دسترخوان دیگر، پدر و مادر دیگر، قینی و قینسینی و اشخاص دیگر هستند. یک کسی بیگانه اگر ما روزه به مهمانی رویم هم خود را در مهمانی آزاد نمیگیریم، چون که مهمان هستیم. کلینی نو که آمد، شما تصور کنید که چقدر وظیفه ها، مسئولیت ها بر دوش او هم است. این مسئله دیگر هست، مسئولیت زن. اما مرد باید از ابتدای زندگی از همون 40 آغاز کرده در تربیه و در سمت زندگی عائله خود همسرش را تعلیم دهد، تربیه دهد، آگاه سازد و اگر امکانیت باشد از آنها خود عبرت شود، نشان دهد. این چیزهای بسیار هم در زندگی مهم هست، چون که امروز از یک مسئله که ما نامگذاری کردیم، آنها را یک یک ذکر کردیم، اساس جنجال عائلوی پیدا می شود و بالاخره به جدا شدن عائله می رساند. این همون مسئله هایی که شوهر شاید در چلهش به همسرش نفهمانیده بود. شاید. بله. تشکر استاد. یک ادامه نبینید. حاضر من شما نقل کردید بسیار مسئله های من برای حافظی خودم گرفتم که خب مردها قوت هستند نسبت به زنها. سوره نساء خداوند تاکید میکند. گفتیم که مردها تربیتگر هستند، زنها جنسی لطیف و همزمان مثلا جنسی ضعیف هستند، یعنی کم قوت هستند. گذشته از این ما سخن از تربیت آغاز کردیم. در رفتی مثلا زندگی گاه حالتهایی می شود که مثلا به عباره امروز مثلا خشونتی عائلوی، مثلا یک جنجال عائلوی و سبب مثلا دست دراز کردن و مثلا لطوکوب کردن زن از جانب شوهر. یعنی در این مورد مثلا خداوند هرگز در قرآن نمیگوید که مثلا مردها پرقوت‌تر هستند از جهت جسمانی. یعنی مفسران گفتن که اینجا بیشتر به مسئله ادراک، یعنی ذکاوت، عقل و فراستش به تفکرش به. خب در این مورد مثلا شما چه اندیشه دارید؟ خب در مورد تربیه آیا مرد حقوق دارد که از همین گونه حالت‌ها کار گیرد، یعنی حالت‌های زورآوری و لطکوب کردن؟ ظلم در اسلام همه وقت از جانب خداوند تعالی همچون عمل زشت، همچون کرداری بد ذکر شده است. بله. یعنی زور آوری، استفاده بردن قوه در عائله حرام است. کلمه حرام به همه معلوم است. خب آنهایی که در این مسئله گاه دست برداری میکنن، افسوس از سبب تربیه نگرفتن یا تربیه گرفتن. یعنی پدرشون همین کار کردگی، اون کس دیدگی. بله. تربیه گرفتن به معنای آن نیست که پدرش به او امر میدهد که زنت را زن. خود شاید نشان داده است. یا بابا، یا عمک، یا تقا. در وقت کودکی این شوهر، این داماد دیده است که دست پدر به سر مادر
فرآمده است. اگرچه در طول حیاتش پدر و مادر یگان مراتبه زن را زدنش را توصیه ندادند یا تعلیم ندادند یا نگفتند، اما یک بار نشان دادند و همین کفایه هست. شنیدن کی بود مانند دیدن این یک برای کودک مثل یک کامرای هست که همه چیز را ثبت میکند، در مغز زر جای میکند و خشونت و زورآوری در عائله این یک صحنه است که حتما در مغز سری کودک، در تفکر کودک جای میگیرد و وقتی که کلان میشود، داماد میشود، شوهر میشود، اگر این چیز تکرار شود این عیب آن کودک نیست، این عیب پدر و مادر هست که فرزند را در این روحیه تربیه کردند، نشان دادند، با راهی نشان دادن، نمونه شدند، عبرت شدند. و امروز باید عائله ها به این چیز توجه کنند که اگر غضب آمد، مشکلی پیدا شد، نافهمی به میان آمد، خداوند میگوید اول نصیحت کنید. نگفته است مشت بردارید، نصیحت کنید. و کلمه نصیحت برای همه معلوم هست، مرد در اینجا نصیحتگر هست. و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگویند که خیرکم لاهله، بهترین شما ای مردان مسلمان آنهایی هستند که به اهلشان معامله خوب دارند، خیر دارند. ببینید بهترین شما، نگفتند که نمازخوان شما، روزه‌دار شما، حاجی شما، زکات دهنده شما، نگفتم. بهترین مسلمان ها آنی هست که به اهل و عیالش مناسبت نیک دارد. این ترازوی شریعت، این سنت پیغمبر علیه السلام است. و آن کمبودی هایی که امروز از جانب مردان شوهرها می شود، افسوس که می شود، از جهالت، نادانی، از آگاه نبودن از این فرهنگ بزرگی هم دینی هم ملی ما هست، گذشتگان ما هست که بابایان ما، آچه های ما یکدیگر را شما می گفتند. بله. خب در محله ها وقتی که ما کودک بودیم، از این حولی به این حولی موسفیدان نورانی بودن، همسایه کمپرها بودن، دعاگوها بودن. وقتی که شوهر از بازار می آمدن یا از کوچه می آمدن، این همسران در سن مبارک کلانسال اینقدر پیشواز مبارک، پیشواز یک حلیمانه، اون وقت آن باباها هم شما گفته اینقدر احترامانه به همسرشان سخن میگفتن. این تربیه بود، این تعلیم بود. و اگر به جای این شوهری از کوچه آمد، زن هم خود را نگه نداشته، مثلا فرض کردیم به همین چیز یاردم کند که خوب است، اگر بالعکس باشد سببی شود که آن شوهر داد گوید، حقارت کند، دست بردارد، این هم تعلیم هست. در حضور کودکان این هم تعلیم است. بنابر همین تعلیمات شریعت اسلام در این مورد، مرد باید در عائله همچون سرپرست، همچون حافظ، همچون حمایتگر، همچون نفقه بر گردن او بودن، همچون پدر، همچون بابا، در همه مسئله ها باید بهترین باشد. تشکر استاد. تشکر برای شرح این موضوع. راستی یک چند مسئله هایی که وابسته به این بود فکر میکنم علاقه شما در رفت صحبت بسیار واضح بیان کردید و با یک موضوع، با یک برنامه که مثلا حدود 30 دقیقه دارد نمیتوان این موضوع بسیار دامنه‌دار رو مطرح کنیم، لیکن حتما در موضوع نوبتی بیننده های ارجمند ما یک شاخه همین موضوع رو میگیریم در مورد آنه که این پیش از همه رابطی زیش دارد در مورد برنامه زندگی برای عائله های جوان که در برنامه نوبتی حتما ما همراه استاد مطرح میکنیم. و اینجا استاد برای پاسخ به سوال برنامه، پاسخ به موضوع برنامه به شما
با سپاسگزاریم. در همین جا فرصتی برنامه ما به پایان میرسد. با امید آنه که در عائله های هر یکی ما و شما فضای صلح و امانی، همدیگر فهمی همیشگی سنین انداز باشد. اینجا برنامه را حسن انجام میبخشیم. خیر، خانتان آباد باشد.